سلام. امسال خامنه‌ای که از همه بهتر میدونه وضعیت درام اقتصادی کشور فاصله زیادی با فروپاشی نداره، اومد چند کلمه کلیشه‌ای که هر سال برای اسم سال خرج میکرد اینا رو سرهم کرد و عنوان جهش تولید رو برای سال 1403 اعلام کرد. من شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. اما هنوز یه ماه نگذشته بود که جهش صورت گرفت، اونم چه جهشی؟ البته نه در تولید بلکه در رانت، اختلاس، بخور به چاپ. از زمینخواری 1000 میلیاردی صدیقی بگیر، از جشن عروسی شمخانی اینا توی هتل اسپیناس بگیر، تا آزاد کردن بابک زنجانی سلطان اختلاس توسط خود خامنه‌ای، تا رو شدن سند چاپ کردن سیبیل مدیران نورچشمی زاکانی به اسم وام مسکن، تا قرارداد مخفیانه و پر از ابهام 2 میلیارد یورویی خرید اتوبوس از چین. خلاصه یه جوری تو غارت جهش کردن و از همدیگه سبقت گرفتن که یه سری جا موندن که اون جا مونده ها صداشون در اومد. من 16/7/1402 نامه ای رو مستقیم به دفتر شهردار دادم که ودیعه مسکنی که در این دوره به مدیران آقای زاکانی داده شده لطفاً به من اطلاع رسانی بشه. علتش هم این بودش که گزارشاتی رو داشتم دال بر این که این ودیعه مسکن به افرادی داده شده، اما اون افراد از شهرداری تهران رفتن و با شهرداری تهران تسویه حساب نکردن. خب آیا این مبالغ از جیب شخصی شهردار محترم پرداخت شده یا از جیب مردم تهران و شهروندان تهرانی؟ حتما از جیب مردم تهران پرداخت شده. حالا موضوع این که یه مبلغی از جیب مردم تهران رفته توی جیب مدیران نورچشمی زاکانی چیه؟ قضیه از این قراره که طبق این سند که از درون خودشون توی جنگ باندی رو شده، شهردار رژیم توی تهران که زاکانی باشه طی سال 401 و 402 به 36 نفر از اطرافیان و همباندی‌هاش روی هم بیش از 25 میلیارد تومان کمک هزینه مسکن داده. نه اینکه اینا همشون کارتون خواب بودن، بالا پشت بوم نشین بودن، یه پولی داده که یه سرپناهی داشته باشن. چقدر داده؟ یکی 700 میلیون تومان حداقل به اسم وام مسکن بهشون داده و اونا هم وام رو گرفتن، فلنگو بستن و از شهرداری رفتن. به گزارشی به دست من رسیده که این ودیعه مسکن به افرادی داده شده که این افراد بعد از اینکه از شهرداری رفتن این مبلغ رو بر نگردوندن. این تازه یه فقر جهش بود که چون سندش الان رو شده ما میدونیم، ولی همین زاکانی که این پول پاشی رو توی رزومش داره باز اخیراً ازش رو کردن که یک قرارداد 2 میلیارد یورویی مخفی هم با یک شرکت ناشناخته چینی بسته که به قول خودش میخواد اتوبوس برقی وارد کنه. این قرارداد هم اونقدر در جنگ باندی خودشون جنجالی شد که مجبور شدن یارو رو بیارن توی تلویزیون ماله کشی کنه که چرا این قرارداد رو مخفی کرده بود. آقای دکتر زاکانی چرا تا الان و نکته بعدم آن چیزی که اشاره میکنید که شیرینی هستش یا قراردادی که هر لحظهش اشاره میکنید یک سود برای مردم پایتخت هستش، مفادش به صورت شفاف منتشر نشد؟ این امکان نداره کسی بتونه اینو منتشر کنه، چون اصلا به صلاح دیگه الان شرایط کشور که معلومه، من این به صلاح کشوره. لذا قرارداد چیزی نیستش که کسی بشینه جار بزنه سر این قرارداد. ایران 1001 دشمن داره. مگه ما بیکاریم که این کار خوبی که برای مردم میخواد بشه یه عده نمیخوان بشه؟ یه عده نمیخوان بشه. وایسا کدوم عده نمیخواهند بشود؟ کدوم دشمن نمیخواد اتوبوس مردم برسه؟ اسمش چیه؟ یه دشمن موهومی رو میندازه وسط که به بهانه اون دشمن فرضی 2 میلیارد یورو بندازه زیر قالی که کارهای خودش رو بکنه. وگرنه دشمن کیلو چنده؟ تو قرارداد رو به خودیهاتون توی همون شورای شهر تهران هم نشون ندادی. مادامی که شهرداری خودش رو پاسخگوی اعضای شورا ندونه، به نظر من مشکل حل نخواهد شد. گفتم آقا گزارش آخرین وضعیت قراردادهای اتوبوس و غیره رو در حوزه حمل و نقل که خودتون اومدید در صحن شورا گفتید به من عضو شورا بدید. خب چه دلیلی داره که پاسخ تذکر رو بعد از گذشت 3 ماه نمیدن؟
پس مشکل جای دیگه است که توی دایره تنگ خودی ها هم نباید کسی از محتوای این قرارداد باخبر بشه، چه برسه به مردم. حالا موش‌هایی که توی این قرارداد هست از چه جنسیه؟ نامه زدند اخیراً برخی از همین اعضای شورای شهر تهران که توش گفتن ما توی این قرارداد یه سری مشکلات می‌بینیم که بهش رأی مثبت ندادیم، از جمله اینکه توی این قرارداد به اسم اتوبوس برقی دارن یه چیزای دیگه میخرن، مثلا دوربین‌های کنترلی، یعنی همون ابزار جاسوسی حکومت، اونم چقدر؟ تا سقف 400 میلیون یورو، یعنی 1/5 این 2 میلیارد قراره تا اینجا خرج وسایل امنیتی بشه. بعد خیال نکنید که اینایی که نامه زدن و مخالف قرار دادن خیلی دلواپس پول مردمن که چرا به اسم اتوبوس داری دوربین امنیتی وارد میکنی. نه، دارن میگن ما از اینجا یه بار ضربه خوردیم، هنوز جای بخیه‌اش درد میکنه، باز دوباره میخوای از همونو بخری؟ اجازه دادن به یک شرکت خارجی برای حضور در امنیتی ترین سطح از سطوح دسترسی به اطلاعات شهروندان به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. شهرداری تهران هنوز پس از گذشت بیش از 2 سال از حمله سایبری به زیرساخت‌های نرم افزاری به شرایط مطلوب باز نگشته است. موش دیگه این قرارداد اینه که به اسم حمل و نقل عمومی میخوان توی این قرارداد 150,000 تا موتورسیکلت برقی بگیرن. حالا اینکه چجوری میشه با موتورسیکلت برقی حمل و نقل عمومی انجام داد دقیقاً مشخص نیست، ولی 225 میلیون یورو هم گذاشته برای این موضوع. حالا این موتورها رو میخواد بعداً خود شهرداری به قیمت بالاتری بفروشه، شاید یه سودی به جیب بزنه، شاید هم مثل اون قضیه مدیرها قراره که این موتورها رو به یه کسانی هدیه‌ای بده، شاید. پس از خرید این تعداد موتورسیکلت برقی شهرداری چه برنامه‌هایی دارد؟ آیا قصد فروش آنان را دارد؟ با چه قیمتی؟ قصد دارد از این محل سودی ببرد؟ آیا قصد واگذاری همراه با تسهیلات را دارد؟ به چه کسانی؟ احتمالاً این سوالات از جانب اون کسایی که دور این سفره 2 میلیاردی جا داده نشدند و انتظار هم نداشته باشید که زاکان اینا به این سوالات پاسخی بدند. حالا با همین فرمون جهش تولید عظما اگر بیایم میرسیم به یک جهش کله گنده دیگه به اسم باند سرتشتک شمخانی. شمخانی کلاً یه خانواده بخور و سیر نشویی داره که فقط یه قلم پسراش روزی 1 میلیون بشکه نفت بالا میکشن. اینجوری نبوده است که ضرورت حضور نظامی ما و توسعه صنایع نظامی حتما باید بچه آقای فلانی روزی 1 میلیون بشکه نفت بفروشه. اون باید نفت و گاز و منابع باید در خدمت توسعه باشه، نه اینکه بره تو جیب پسر آقای فلان که هر غلطی که دلشون میخواد بکنند و بعدم عیاشی‌های عجیب و غریبیشون که عکسشو کلیپاشو اینا رو همه رو تو فضای مجازی امروز میگذارن. اون کسی هم که این آقا میترسه اسمش رو ببره اسم شمخانیه که به تازگی جشن عروسی دخترش در گرونترین هتل تهران یعنی هتل اسپیناس خبرساز شد. برج‌سازی خانواده‌ش و ویلاسازی‌های توی لواسان فک و فامیلش هم که قبلا ورد زبون عام و خاص شده بود و خردریزی‌هاشون محسوب میشه. قبض کردن مافیای نفتی توسط پسراش هم که هنوز ادامه داره. امثال آقای قالیباف، امثال آقای شمخانی، این سردار بدنام که پسرش روز 1 میلیون دلار یعنی روز 60 میلیارد تومان داره فقط تو مافیای نفتی داره میخوره میبلعه. یه گردان از ما میبردن که ما کودک بودیم، نوجوان بودیم، یک دسته یه گورهان از ما برمیگردوندن تا بشن سردار. پس این شمخانی یکی از همونهایی که یک گردان کودک سرباز میبرده جبهه ولی فقط 1/3 برمیگشتند. از این مسیر به این نقطه بخور رسیده. سندش هم این کودک سرباز سابق که الان یک اصلاحاتچی نرغول شده و گویا شاکیه که چرا سهمش رو ندادن. خلاصه این که جهش غارت و اختلاس توی این نظام سر داره ولی ته نداره. سرش هم که روشنه، همون سرمار معروفه که خودش رو اصلا قاطی این بازی‌ها نمی‌کنه. میگه 70% اقتصاد مملکت مال منه، مالیاتم نمیدم. لایحه نوشتن، لایحه اصلاح نظام مالیاتی. تو همون صفحه اول این لایحه نوشته است نهادهای زیر نظر رهبری مستثنا از این قانون هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه 60-70% اقتصاد کشور که دست اونا هست اینا اصلا مالیات ندن. خب کی باید مالیات بده؟ بله، خامنه‌ای و دور و بری‌هاشو زیر دست دور و بریاش مالیات نمیدن ولی پول ملت رو با گرون کردن همه اجناس از جمله داروهای ضروری از جیبشون میکشن بیرون.
یک 2403 هستیم. این یه سرون گرفتم، چند تا قرص به 400,000 تومان. به دیشب نتنز زدن، پول مشترکاشونو از ما دارن میگیرن. خدا لعنتتون کنه که دکترم نمیتونیم بدیم. 400,000 تومان. بله، مقامات برن جشنشون رو تو هتل اسپیناس بگیرن، بعد مردم عادی پول دارو نداشته باشند. حکومت مستضعفین که میگفتن همینه. در روز روشن پول رو از جیب مردم به 1000 شکل سرقت میکنند. 2-3 سال پیش رئیسی وعده زمین رایگان داد، ثبت نام کردیم. 2-3 سال گذشت، 6 ماه پیش اعلام کردن آقا بیاید نفری 40 میلیون تومان واریز کنید. آقا یعنی چی؟ مگه رایگان نبود؟ همینی که هست. هیچ یه وام گرفتیم دادیم اینا، الان 6 ماه میگذره خبری از زمین نیست. ما قبلا فقط یک کرایه خونه میدادیم، الان به لطف آقای رئیسی یک قسط وام بهش اضافه شد. یعنی ضربه ای که آقای رئیسی به طبقه مستمند زد، اسرائیل به خانواده اسماعیل هنیه نزد. آقا اونا رو یه بار یه لحظه کشتن، تموم شد رفت. ما هر روز روزی 1000 بار میبینیم زنده میشیم. آقای رئیسی من نمیدونم با موندن چی رو میخوای ثابت کنی؟ میخوای بگی بهتر از روحانی بلدی مملکت رو شخ بزنی؟ اینجا هست که دیگه وقتی کارت به استخون مردم میرسه، راه حل های مردم هم خیلی پراتیک و ساده میشه. مردم ایران دست نامردن، باید پسش بگیریم. خیلی راه سختیه، از مسالمت آمیز نمیشه. عقل و قانون و منطق حالیشونی. مثلا خیلی ما راه حلای سادن، عمل کردین، تجربه شخصی من. هر شغلی داری ابزارت همراه باش. مثلا ای کرنجه مثلا ای چوپانی، ای باغبانی، ای کشاورزی، داست، کرنجت، کروکت، تبرت سبک باشه فقط و قابل استفاده سریع همراه باشه. حتی ای یه دختر هستی که تو خیابون تهران یه میل جکت بافی، یه سوانی که ناخونت تیز ازش صاف میکنی تو دستت باشه. هر کی به تعرض که بس تو صورتش، بس تو رد گردنش، بس تو چیشش. راهی دیگه وجود نداره. ما همه راههای مسالمت آمیز امتحان کردم، فایده نداره. عقل و قانون و منطق حالی این رژیم نی. بله آقای حکومت آخوندی، این مردم رو نمیشه همینطوری فقط گذاشت زیر پرس و هی فشار داد. یه روزی هم میرسه که از اون کرسی ها و اسپیناس ها میکشنتون پایین کشیدنی. وقت بخیر و خدا نگهدار.